درباره هدیه شاگردان خصوصا در مکتب ها شخص مومن باید جدا کند این هدیه است یا رشوه. خیلی که میدانید در مردم ما در کشور ما تمام رشوه و پاره رو هدیه گفته میدهند، تحفه پولی گفته میدهند. وقتی مادر و پدر یک طلبه تحفه کرد و دیگرها نکرد و معلمه مخصوص برای هدیه با اون معامله دیگر میکند، یا اینکه پدر و مادر هدیه میکنند به معلمه در وقت امتحان، پیش از امتحان، یا برای اینکه طلبه فرزندی دو خان دارند، در اینجا معلمه باید ایمانش را پیش از نفسش بگیرد و بگوید من از کسی هدیه نمیگیرم. برای اون که بعض پدر و مادر با هدیه دادن دیگر میخرند معلمه را و معلمه هم با گرفتن اون هدیه به او چیزی گفته نمیتواند. اگر خطا نکنم سخنی سفیان ثوری بود یا یکی از علمای دیگر که در نامشان شک دارم ولی سخن 100% است که میگویند من از هدیه حکما خیلی و خیلی میترسم. چرا؟ چون با هدیه دادن زبان تو را محکم میکنن. به تو هدیه میدهند دیگر در حق او چیزی گفته نمیتوانی. بعضی اینکه یعنی مانند رشوه یا گفتیم مانند یک پاره می شود. مثلا در قصه حضرت سلیمان اگر وقتی می خوانیم بل انتم بهدیتکم تفرحون میگویند بهدیتکم. حضرت سلیمان وقتی که بلقیس شاهزن سبا هدیه میفرستد قبول نمیکنند، میگن با این شما مرا میخواهید بخرید؟ نه، شما باید یا ایمان بیاورید یا اینکه نابود میشوید. و هدیه آن را چون قصدی رشوه بود یا پوره بود قبول نکردن. اینجا مادر شما هم وقتی که میدونند که مقصد از دادن این تحفه، چون تحفه رو میدانید تحفه دادنش مقصدش معلوم میشود، یک رشوه است و یک پوره است، یکم این که قبول نکنند، دوم یک قبول کرده باشند هم از آن خلاص شوند. چون که رشوه حرام است، رشوه هدیه اگر نامش باشد هم حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خداوند لعنت کرده است هر کسی که پوره میگیرد و پوره میدهد. اما گفتید نه، در آخر مکتب تمام طلبه ها پول میپرتویند، همشون یک تا جدا نه، همه که به معلمه مثلا یک هدیه شود یا گفتیم برای اینکه معاشش کم از چیز دیگر همه برابر دادن. این رو تحفه گفته میتوانیم. از داخل یک کس دو کس داد، اون هم طلبه های دوخان یا پولدارهایی که با همین میخواهند معلمه رو بخرند، نباید معلمه اگرچه نیاز داشته باشد هم بگیرد و در آبروی خودش بایستد. و همین